این همه خانه فریب است. با فردا زنده هستیم یا نیستیم اعتبار نداریم. این لانه زنبور است، بارها ما را نش میزند، لیکن ما عاشق همون زهر زنبور است. زهر زنبور چیست؟ ثروت، دنیا. فردا دور است، فردا خیلی دور است. این نفس کشیدن، این نفس دوم اعتبار نداره. تو صبح نشده توبه کن. صبح که شد تا شب نشده توبه کن. به خاطر یک ذره لذت خدا گناهکار نکن، چون لذت 5 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت خلاص میشه، لیکن چیزی که میمونه گناه است. و گناه میاره دیگه، اکثر گناه میکنی و یک دفعه توبه کردی خلاص، زندگی دیگرگون میشه. بهترین انسان کیست؟ الگوش پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم. بهترین راه کدام راه است؟ راه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم. و اگر ما از این راه دریغ کردیم، نه در زندگی موفق هستیم و نه در آخرت. نه در دنیا اعتبار داریم و نه در آخرت.